پالایشگاهی که ایران زد طبق گزارش‌های فعالان محیط زیستی یکی از عوامل شیوع بیماری‌های تنفسی و سرطان هست که در حیفا بوده. ببینید ما وسط جنگم حواسمون به کل مردم دنیا هست. این پالایشگاه 5 کیلومتری شهر حیفا هست که جزء مجموعه بازان گروپ که بزرگترین مجتمع پالایشگاهی اسرائیل هست با ظرفیت تولید 197,000 بشکه نفت خام، یه چیزی حدود تقریباً 60% از ظرفیت کل پالایش نفت اسرائیل. با این نفت هم بنزین، گازوئیل، سوخت جت، نفت کوره و صنایع پتروشیمی مثل اتیلن و پلی اتیلن هم تولید میکنه. از اونورم 40% سوخت ماشین‌آلات نظامی اسرائیل رو تامین میکنه. و چون با لوله مستقیم به منطقه حیفا و منطقه صنعتی کیات وصله، هر حمله‌ای بهش بشه یک آسیب جدی به ذخیره تامین انرژی تو اسرائیل وارد میکنه. این منطقه انقدر براش مهم و استراتژیک هست که کلی مانور آزمایش دفاعی توش انجام شده که اگه یه روز بهش حمله بشه چجوری بشه ازش دفاع کرد. چند باری هم خواستن بزننش اما نتونستن. اما این بار ایران با چند تا موشک بالستیک و هایپرسونیک تونستن بزننش. البته با وجود گزارشات که خطوط انتقال کامل آسیب دیدن، اما قطعاً کل پالایشگاه غیر عملیاتی نشده و هنوز ممکن هست در بخش‌هایی تولید ادامه پیدا کنه که به لطف غیور مردان هوا و فضا کل پالایشگاه حیفا مورد حمله قرار میگیره و کاملاً از چرخه تولید خارج میشه. انشاءالله. نویسنده و کارگردان مسعود فتحی.